سلام دوستان، بریم ببینیم امروز چه خبرهایی اومده. ما خبرهای جهانی شروع میکنیم. اوضاع بازار بازی‌ها اصلا خوب نیست، مخصوصا فروش کنسولا. طبق آمار رسمی فروش سخت افزار تو آمریکا بدترین نوامبر 30 سال اخیر رو زده. مثلا توی نوامبر 2019 که میشه آبان 1398 حدود 3.9 میلیون کنسول فروخته شده. ولی نوامبر 2025 این عدد رسیده به فقط 1.6 میلیون. حالا این فروش کمتر دلیلش چیه؟ دلیلش ما ایرانی‌ها بهتر از همه دنیا بلدیم. گرونی. کنسولا گرون شده. میانگین قیمت کنسول تو 2019 هولوش $235 بوده، ولی الان شده حدوداً $440. حتی تخفیف‌های بلک فرایدی هم عملاً شوخیه. به عنوان مثال پلی استیشن 5 دیجیتال رو $400 میدن. همون قیمتی که 5 سال پیش هم لانچ شده بود. ایکس باکس هم که کلاً تخفیف درست حسابی نداشته. طبیعیه وقتی قیمت‌ها اینقدر بالاست و وضعیت اقتصادی مردم هم بدتر شده، خیلی‌ها قید خرید کنسول رو زدن هستن. بازم خوبه، حداقل آمریکایی‌ها هم میفهمن که گرونی یعنی چی. چون اونا قید خرید کنسول رو دارن میزنن، ما فکر کنم قید خرید حتی گوشت مرغ و اینجور چیزا هم باید بزنیم. آمار میگه مردم آمریکا امسال به طور میانگین $227 کمتر از پارسال خرج کردن. حتی نینتاندو هم در امان نبوده. سویچ و سویچ 2 با هم کمتر از فروش سویچ سال قبل فروختن. خلاصه کلن اینجوری شده که مردم بازی میکنن، ولی نه با این قیمت ها، چون کنسولا گرون شدن، زورشون نمیرسه به خریدشون. البته من میدونم این مشکل چجوری حل میشه. اگه پلی استیشن و نینتاندو و ایکس باکس و همه این کنسولا خودشونو بسپارن دست ایران خودرو یا از روش ایران خودرو استفاده کنن، همه مشکلات حل میشه. چون فکر کنم بتونن یه دونه کنسول رو به 1 میلیون آدم بفروشن، اونم با قرعه کشی و لاتاری. تحلیلگر ارشد صنعت بازی‌های ویدئویی توی شرکت NBT گروپ یه توییت جالب زده. آقای مت پیسکاتلا گفته میانگین قیمت پرداختی برای یک واحد سخت افزاری جدید بازی‌های ویدئویی در ایالات متحده در نوامبر 2019 $235 بوده و در نوامبر 2025 $439 شده. تخفیف گذاشته بوده برای پلی استیشن. مثلا پلی استیشن 5 پرو از قیمت پایه $750 شده بوده $649 و نسخه دیجیتال پلی استیشن 5 اسلیم از قیمت $500 شده $399 و بقیه قیمت ها هم اینجا مشاهده میکنیم. یه خوردم خبرهای داخلی رو دنبال کنیم. یه گزارش جدید از بازار گیم ایران منتشر شده توسط بنیاد ملی بازی‌های ایران. به نظر خودم که آمارش خیلی جالبه. طبق این گزارش با اینکه اسم پلی استیشن و کنسولا زیاد شنیده میشه، اما پلتفرم اصلی بازی تو ایران اصلا کنسول نیست. تو این گزارش اومده بیش از 94% گیمرهای ایرانی با موبایل بازی میکنن و همین باعث شده بازار گیم عملاً دست بازی موبایلی باشه. گردش مالی بازار گیم ایران تو سال 1402 حدود 70,000 میلیارد تومان بوده. عدد بزرگی که بیشتر صرف خرید بازی و پرداخت درون برنامه‌ای شده، نه خرید کنسول و سخت افزار. تعداد گیمرهای فعال حدود 29 میلیون نفر اعلام شده با میانگین سنی نزدیک به 29 سال. اما نکته مهم اینه که سهم بازی ایرانی فقط حدوداً 6% و بیشتر پولی که خرج میشه برای بازی خارجیه. جمع‌بندی این گزارش واضحه. ایران بازار گیم بزرگی داره و پول توش هست، اما تمرکز اصلی رو موبایله. کنسولا گرونن و بازی‌های ایرانی سهم خیلی کمی از این بازار رو دارن. تو ادامه گزارش از بازار ایران 65% از کل هزینه کردهای بازیکن‌ها صرف خرید سخت افزار شده و 35% هم صرف خرید نرم افزارا، که این خودش نشون میده بازیکن‌های ایرانی بیشتر بودجه خودشون رو صرف خرید سخت افزار میکنن تا نرم افزار. برگردیم دوباره سراغ خبرهای بین‌المللی و اصلیمون. یه خبر مهم، زنگ خطری برای سونی و نینتاندو. چرا؟ چون این دوتا هنوز خیلی به فروش کنسول وابستن، برخلاف پیسی که داره رشد میکنه. بنا به گفته خود سونی، کاربران پلی استیشن 5 به طور میانگین حدود $200 بیشتر از کاربران پلی استیشن 4 خرج میکنن. ولی مشکل اینجاست که خیلی اصلا پلی استیشن 5 رو نمیخرن. خب وقتی قیمت پلی استیشن 5 گرونه، مردم چرا پلی استیشن 4 شون رو بفروشن؟ کاربرا روی پلی استیشن 4 میمونن و سونی عملاً هیچی گیرش نمیاد.
نه فروش کنسول، نه فروش بازی جدید. این یعنی چی؟ یعنی حتی اگه کاربرای پلی‌استیشن 5 بیشتر خرجم کنن، وقتی تعدادشون کمه فایده نداره برای سونی. خلاصه در کل، اگه سونی و نینتاندو فکری به حال قیمت‌های مدل جدید کنسولشون نکنن، به مشکل میخورن. یا اینکه به حرف من گوش کنن و خودشونو بسپارن دست سایپای ایران خودو تا براشون لاتری بذاره. از پلی استیشن 6 چه خبر؟ اون به کجا رسید؟ بریم ببینیم خبرات چی میگن. طبق شایعات پلی استیشن 6 ممکنه با یه استراتژی جدید و متفاوت بیاد. مثلا استفاده از AI برای اینکه هم قدرتش بالا باشه، هم ارزونتر در بیاد. یعنی این احتمال وجود داره که سخت افزار پلی استیشن 6 ضعیف‌تر باشه و این ضعف رو از طریق AI و نرم افزار جبران کنه. با این روش میتونه هزینه تولید پلی استیشن 6 رو پایین بیاره و فروش بیشتری داشته باشه، یعنی کنسول بیشتری بفروشه. یه توییت جالب در این موردم پیدا کردم از آنتونی گارفا که یه ویرایشگر بازیه. آقای آنتونی گارفا گفته شایع شده نسل بعدی پلی استیشن 3 برابر سریعتر از پلی استیشن 5 و طبق گزارش‌ها تو سال 2027 یا 28 با قیمتی ارزان‌تر از پلی استیشن 5 عرضه میشه. یه نشونه و یه خبر دیگه هم پیدا کردیم که تاریخ احتمالی پلی استیشن 6 رو لو میده. به گزارش بلومبرگ، استودیوی ناتی داگ برای بازی اینترگلکتیک به کارمنداش گفته اضافه کاری اجباری وایسن. و طبق گزارش‌ها اینترگلکتیک اواسط سال 2027 رو برای انتشار بازی هدف قرار داده. کارکنان ناتی داگ حتی نگران شرایط سخت اضافه کاری شدن. حالا این خبرها چرا مهمه و ربطش به پلی استیشن 6 چیه؟ چون معمولا بازی‌های خیلی بزرگ سونی آخر نسل یا موقع لانچ کنسول‌های جدید میان. اگه اینترگلکتیک تابستون 2027 بیاد، احتمالش زیاده که پلی استیشن 6 آخر همون سال لانچ بشه. خلاصه اینکه زمان بندی ناتی داگ خیلی ها رو مطمئن کرده که نسل بعدی پلی استیشن خیلی دور نیست. یه خورده از پلی استیشن فاصله بگیریم. بریم سراغ گیم اوارد و نتایج برندگانش. اکسپدیشن 33 9 تا جایزه برد. بعد اینکه 9 تا جایزه رو برد، 200,000 نسخه ازش فروش رفت. بیشترش هم روی استیم بود. پس این نشون میده جایزه ها فقط شو نیستن. اگه بازی خوب باشه واقعا میتونن فروششون رو تکون بدن و افزایشش بدن. محبوب ترین تریلرهای بازی هم Resident Evil 9 فانتوم بلیز زیرو، لول فایتر. ببینیم توی استیم کدوم بازی‌ها بیشترین دنبال کننده رو داشتن. بازی وور همه 51,000 دنبال کننده. توم ریدر با 18,000 تا دنبال کننده دومین بازیه. بازی ایس کامبت 8 با 1,000 تا کمتر از توم ریدر سومین بازی استیم از نظر دنبال کننده. اینم از خبرهای امروز. ممنون که تا اینجا توجه کردید. لایک قشنگه یادتون نره. خدا نگهدار.